به نام یاد خدا. سلام و درود از احترام ادب خدمت تمامی شما دوستان عزیز و نازنین. خدا کنه خوب و جور و سلامت و صحتمند باشین و به دراز گزند روزگار باشین. ایام همیشه به کام شما باشه و دنیا به نامتان. دوستان عزیز، من محمد یاسین احمدی هستم، باشنده ولایت غزنی. خوشبختانه به کمک دوستان هستم که یک چینل یوتیوب ایجاد بکنم. دوستان عزیز، شما هم لطف بکنین کانال ما را سابسکرایب بکنین، لایک، کامنت و با دوستانتان شیر بکنین، ما را حمایت بکنین تا ما بتونیم ویدیوهای جالب و جذاب و دیدنی را تقدیم شما بکنیم، شما هم لذت ببرین. در اینجا ما میخوایم روی معلومات عمومی فعالیت بکنیم، از زندگی روزمره گرفته تا داستانهای الهام بخش، تفریحی، سرگرمی و حتی آموزنده و خیلی برنامه‌های جذاب و زیبا و دیدنی را در روی دست داریم. دوستا حتما انشالله ببینین و حمایت یاد شما نره دوستا. هر طور که میتونین ویدیوهای ما را حمایت بکنین تا ما بتونیم که برای دلگرمی از ما ویدیوهای ما را حمایت بکنین تا ما بتونیم که به شوق و علاقه ویدیوهای جالب و جذاب و دیدنی را تقدیم شما بکنیم. و در اخیر یک شعر بر شما عزیزا تقدیم میکنم، خدا کنه که شما هم لذت ببرین و به خاطر همین شعرم که شده ویدیوهای ما را حمایت بکنین. میگه که گریه کن ای چشم نابینای، ناله کن تا کم شود غمهای من. بی وفایی میکنی با من چرا؟ ناله کن تا کم شود دردهای